جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. السلام علیکم عزیزان شنونده. امیدوارم در این لحظه که صدای مرا میشنوید آرامش و خرسندی نصیبتان باشد. سعیده عبدالله زاده هستم با یکی دیگر از بخش‌های برنامه حکایاتی از گلستان. همراهان گرامی، اگر تا به امروز برنامه‌های ما مورد پسندتان بود، ما را به دوستانتان معرفی کنید و در یوتیوب کانال رادیو مهر آبونه شوید و یادتان نرود که زنگولچه را بزنید تا پادکست ها و برنامه‌های جدید رادیو مهر را بشنوید. برنامه حکایاتی از گلستان تهیه شده در صدای فرهنگ و اجتماع رادیو مهر، صدا بردار و تدوینگر محمدی حکیم، تهیه کننده مدینه حیدرزاده. در برنامه امروز شما را آشنا می کنیم با گنجی که پایان ندارد. چیزی که نه تنها آرامش را برایتان به ارمغان می آورد، بلکه تمامی خصلت‌های ناپسند مثل خودکمبینی، فقر و نداری، ناسپاسی، حرص و طمع، مال اندازی را از شما دور می کند. بله عزیزان، شما می توانید تنها با استفاده از آن معنای حقیقی زندگی را بفهمید. کافی است روحتان را به خصلت قناعت داشتن زینت بخشید. قناعت داشتن معنایش دارایی یا فقر و نداری نیست، بلکه معنایش اندازه نگه داشتن در دارایی است. قناعت مترادف با میانه روی در خرج کردن و هزینه نمودن مال برای خود و خانواده است. چیزی ما بین افراط و تفرید، یعنی حالتی است میان اسراف و سختگیری در خرج کردن مال. پس نکته مهم در قناعت عدم وابستگی به مال و ثروت است. ما خیلی ها را میشناسیم که زندگی عادی دارند و صاحب پول بسیاری نیستند، اما ذکر الحمدلله از لبانشان کنده نیست و ما میبینیم که خداوند چقدر برکت در زندگیشان بخشیده است. یادمان نرود که هر انسان فرزند زمان خودش است و ممکن است کسی کسب و کارش مثل تجارت باشد و از این راه به مال و ثروت زیادی نیز رسیده باشد، اما از یاد خداوند آخرت غافل نیست. ما تاجرانی بسیاری را داریم که همچنان دستشان به کارهای خیر و نیک است و در همه حال به دنبال دستگیری کردن نیازمندان هستند. پس تجارت به خودی خود بد نیست، اما طمع ورزیدن برای رسیدن به سود و ثروت بیشتر که مجبور باشد در این راه دست به فریب و نیرنگ زند بسیار زشت و ناپسند است.
در این باره جای دارد تا برایتان حکایت جالبی دیگری از سعدی بزرگوار نقل کنم که خالی از لطف نیست. حکایت بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. همه شب نیارامید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیه عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم برد به چین که شنیدم قیمتی عظیمی دارد و از آنجا کاسه چینی بروم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کنم و به دوکان بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگی دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. دوستان و همراهان عزیز، بسیار خرسندم که در کنار شما هستیم و از همراهیتان نهایتی سپاس را داریم. در ادامه به این می پردازیم که چگونه قناعت داشتن را تمرین کنیم تا کم کم در ما ملکه شود. از مهمترین راه ها توجه به این حدیث است که در معنویات به بالا دست خود نگاه کنید و در مادیات به پایین دست خود بنگرید. کسی که این گونه باشد از خصلت‌های بد مثل چشم و همچشمی و نیز حرص و طمع دور و دورتر می شود. نکته دیگر این است که سعی کنید انسان شکرگزار باشیم، چرا که شکر نعمت افزون کند و کفر نعمت از کف بیرون کند. و در آخر یادمان نرود که همه ما یک آفریدگاری داریم که بهتر از هر کسی و هر چیزی ما را می شناسد و خیر و صلاحمان را می خواهد. پس به او باور داشته باشیم و به همان اندازه که او راضی است به دنبال مادیات باشیم. گاهی می شنویم که بعضی از مردم خود را به سختی مشقت انداخته و حتی گاهی به گناه آلوده می کنند و دلیلشان از انباشته کردن مال و ثروت را این طور می گویند که ما برای فرزندانمان مال و ثروت کسب می کنیم، ولی در حقیقت باید به ایشان گفت که خدای تو خدای فرزندان تو نیز هست. از همون گونه که تو را رزق داده است روزی فرزندانت را هم می دهد.
عزیزان شنونده، در اینجا برنامه به پایان می رسد و ما نیز با آرزوی برکت روزافزون در زندگیتان شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org